نمیدونم فکر کردین به این سوال یا نه که چرا هر عدد تقسیم بر صفر توی ریاضیات تعریف نشده است. ببینید اینو اینجوری بررسی کنیم. میدونیم که صفر ضرب در هر عددی میشه صفر. حالا هر عددی مثل آ ضرب در برعکسش میشه یک. خب این دوتا رو داشته باشید. خب اینجا صفر رو در نظر بگیریم، ضرب در عکسش یعنی یک به روی صفر. خب اینم باید بشه یک دیگه، ولی یه طرف داشتیم صفر تو هر عددی میشه صفر، صفر در عکسش میشه یک. به یه تناقض بزرگ رسیدیم، پس یک به روی صفر بی‌معناست. حالا یه سوال دیگه، چرا صفر تو هر عددی ضرب بشه صفر میشه؟